بسیاری حالت‌های می‌شود که بین کلین و خوش‌دامن نفهمی سر می‌زند، سبب سر زدن مثلا ویران شدن اویله‌ها نیز می‌شود. چرا همین گونه حادثه‌ها به عمل می‌آید؟ چرا کلین خوش‌دامن را نمی‌فهمد و یا که برعکس؟ و واقعا هم در همین مورد خیلی بحث‌های تیز و تند صورت می‌گیرد و همانطوری که ما گفتیم واقعا هم بعضا حالت‌های می‌شود که جداشوی اویله‌های جوان از همین حساب می‌شود، از اونی که هم دیگر فهمی نیست و چه تاثیر می‌رساند و چه باید کرد که همین راه‌ها برطرف شوند. و دوستان عزتمند همین مسئله رو روانشناسی ما مطرح کرده است، بیاید ما هم تماشا می‌کنیم. درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو باز من هستم مریم دولتова و باز هم صحبت‌های ما اطراف مناسبت‌های اویلوی که باعث خشونت، بدبختی، بیماری‌ها می‌شوند ادامه خواهد یافت. یکی از مشکل اویله‌داری تاجیکی آن است که با نام کلین خوش‌دامن خیلی معمول است و مناسبت بنیاد کردن مناسبت بین خوش‌دامن و کلین کاری مشکل هم نیست اگر انسان‌ها به قدر خودشان پیش از همه برسند. چرا چنین مشکل ایجاد میشد؟ معمولا به عروس‌های خاندان کدام نمود خوش‌دامن‌ها جبر میکنند. آن خوش‌دامنی که خودش خوشبخت نبود، آن خوش‌دامنی که خودش قربان فرزندش کرد، از شوهرش گپ میشنید، از خوش‌دامن خودش در وقتش گپ میشنید، خودش قربانی همه این جهالت‌ها بود و گمان میکند که یگانه اصول مناسبت همین است. و حتی میگویند بعضی‌ها از سر من گذشت، از سر تو هم باید گذرد. و مادر در بعضی حالت‌ها هر عروس رو نآورده پیشکی رشک خوش‌دامنی سر میشه. انا باید میبیاید، چخل میشد، چخل نمیشد و خردترین خواهش طلبات و نیازهای این دختره که به این خاندان آمدگی از طرف اعضای سابقه دار اویله، از طرف مادر عروس، از طرف خواهر عروس ها با نایزه قبول کرده می شوند. تو خودت کی هستی؟ تو چه حق داری؟ و خدای نکرده این جوانمرد با همسرش در روی حولی در حضور خشت بروش اگر یک صحبت مهربان نکرد به سلام همسرش با تبسم جواب داد، تمام میتواند عالم چپراسته شود برای آن مادر. ترس آن که یگانه بویگری هم نعمت هم همین پسر است و مهربانیش به زنش میتید به من کم میرسد، زیرا تشنگی محبت در ضمیرش قناعتمند نشده است. این چیزها میتوانند سر شوند و این گونه مادر عروس، این گونه مادر خاندان که خودش باید مادر خردمند باشد از نگاه ما، ولی خرد چیزی نیست که اون رو گفته توانیم که به همه میرسد. تجربه زندگی نه همیشه خرد بنیاد میکنه، بعضا غضب، بعضا الم، بعضا درد باقی میماند و خلاص و خلاصه ها خردمندانه نیستند. وقتی که مادر شما در نتیجه مشکل های روانی خودش، روزگار تلخ خودش میخواهد به همسر شما فشار بیارد، اون مرد کامل باید بگوید مادر جان من شما رو بی حد دوست میدارم، شما یگانه هستید، من در روی زمین مادر دیگر نداشتم و داشتم نمیتوانم، ولی همسر من مادر یگانه فرزندای من است. این نبیره های زیبای شما رو همین دخترک تولد کرد. این هم عذابی که شما کشیدید همون 14 درد کشید. این هم شب در روز سر گواره میخیزد. این هم حق احترام دارد. ولی متاسفانه در روزگار ما در اکثر حالت ها یکی مشکل خانوادگی سر میزند، مشکل همینجا سر میزند که ما دو ارزش رو با یک چشم دیده نمیتوانیم. برای اکثریت عروس خاندان این کنیز خاندان است. با یک عباره بسیار زیبا هم داریم میگیم که کلین لبگردان باشد و گپگردان نباشد. اگر که ما برای دخترک چیزی گفتیم و به سوال ما جواب داد، گفت که نه مادر جان این خیلی نیست، من میدونم که شکل دیگرش هم هست، این برای ما گپگردانی است، یعنی و حق خودش طلب کرد و روی من به گپ گرداند. یک محیط از همه پر مشکلات جامعه انسانی است، در اونجا تمام نمود مشکلات مناسبت ها هستند، اونجا مناسبت اجتماعی هستند، قدرت و ملکه داشتن غمخوری نسبت همدیگر، اونجا مناسبت های روانی احساساتی هستند، این عشق، محبت، مهربانی، قهر، غضب، رنجش و همه چیز در داخل اویله است. اونجا مناسبت های اقتصادی هستند، یکی تامینگر است، یکی استفاده برنده این مال ها است و اونجا مناسبت های محرمانه هستند که تنها از روی فرهنگ ما، از فرهنگ ملی و دینی ما تنها در داخل اویله روا هستند، جایز هستند و مقدس و پاک هستند. ما بیرون از اویله مناسبت های محرمانه را قبول نداریم.
و همه این در یک محیط تنگ همیشه هر روز هر ساعت صورت میگیرن. اینا با هم دیگر آموزش مییابند. البته کار آسان نیست، ولی این معنی ندارد که ما این رو نمیتوانیم. اگر شما اولادار شدن میخواهید، اول به این چیزها اهمیت بدید. اگر شما پسرتان خانه دار کردنی باشید، اول اهمیت بدید که آماده هست برای بنیاد کردن مناسبت سالم هم با شما، هم با همسر آیندهش، که کسی آزار نبینه. اگر آماده نیست، سراسیمه نشوید. بچه 18 ساله، 20 ساله، 22 ساله رو سراسیمه توی میکنیم، زن میتیم که نبیره دار شوم. برای آرزوهای خودمون بعضا ما فرزند قربان هم میکنیم. بعضا مجبور میکنیم که همسرش طلاق بدهد و همسر دیگر بگیره. حالت‌های هم میشود، مثال‌های هم میشود. نزد ما بسیار میگن که یک جوان مرد پدر و مادرش بیشتر مادر رو مجبور میکنن که سه چهار بار اوله ویران میشد. اینش هم معقول نیست، اینش هم معقول نیست. زیرا اون مادر هنوز با خود نیست. اون مادر هنوز از عالم، از محبت عالم سیر نشده است. هنوز مشکلات روانی خودش را دارد که اون رو حل نکرده است. و همه آنها رو چیکار میکنند؟ به سر این عروس خاندان میریزد و پسرش رو مجبور میکند که هر دفعه برای بازیچه نوی بیارد. و این جوان مردم به خاطر که احترام مادر واجب است، دیگر چیزی گفتن نمیتواند. میگه مادر هم رضا باشد، ولی همیشه خودش بدبخت است. و به خاطر که مادرش راضی باشد، و همیشه از مادر نارضا است، از خودش نارضا است، از زندگیش نارضا است. برای این وقتی که ما اطراف این موضوع صحبت میکنیم، ما باید همه نقطه ها رو در نظر بگیریم. ما باید معین کنیم که در کدام حالت هر یک عملی ما پاداشت عاقبتی دارد. ما عاقبت ها رو همیشه باید فکر کنیم. علم روانشناسی با کسی مصلحت نمیدهد که این کار رو کن، این کار رو نکن، ولی علم روانشناسی همیشه با انسان ها میفهماند که هر یک عمل ما چه پیامد دارد. وقتی که شما با عقل بیدار پیامدهای عملتان رو خودتان میبینید، مشکل ها ایجاد نمیشن. این بود یک صحبت مختصر از اطرافیان که مناسبت های سالم عائله چه می آورند و مناسبت های ناسالم عائله با آدمان رو به چه حالت گرفتار میکنند. تا صحبت دیگر در تلویزیون سفینه.